سلام به دوستای گلم. اومدیم قسمت سوم واسهتون بگیریم بازی با کره جنوبی که این بازی دیگه حکم صعود ما رو امضا میکنه که ببریم. و من امیدوارم لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید، حمایت هم کنید تا انرژی بگیرم واسه ویدیوهای بیشتر و قول میدم بهتون کیفیت کارا رو ببرم بالا، ویدیوهای قشنگی واسهتون بسازم و شما هم قول ساب کردن و لایک و کامنت رو به من بدید. از شما وقت زیادی هم نمیگه لایک و کامنت و ساب کردن. دستتون درد نکنه. دوستتون. خب و این بازی سامان قدوس از اول تو قراره بازی کنه. خب ایران کره، بازی که حکم صعود تیم ملی ما رو امضا میکنه، بازی که خیلی واسه دیدنش ذوق دارن و کاش این حرف رو واقعا تو واقعیت بشنویم، تو شبکه 3 بشنویم. ولی باز مهدی طارمی، سردار آزمون، سامان قدوس، سعید عزت‌اللهی، احمد نورالله، علیرضا جهانبخش، میلاد محمدی، حسین کنانی، شجاع خلیلزاده و صادق محرمی در دروازه. پسری که واقعا خودشو عالی ثابت کرد تو دوتا بازی، عالی ثابت کرد. امیررضا عابدزاده مثل باباش با اعتماد به نفس، قوی، یه محشره امیررضا. خب بازی شروع شد، تیم ملی نه تهاجمی کار میکنه نه چیزی. چون یه لحظه باشی، از شما معذرت میخوام، یه لحظه تنظیمات داشتم درسته. خب میلاد محمدی داد سامان قدوس نتونست و حکم صعود ما امضا میشه و باز میلاد، باز سامان. حالا سامان خواست پاس بده که نتونه. میلاد خطری از سمت راست، حمله اوه شجاع دیره شد. وای کره، یه دونه از ما میاد پایین، یه دونه آنها اضافه میشه، تفاضل الان تو میگم 5 شما میشیم 4 تا آنها میشن 3 گل تفاضل شد و تفاضل هم با 3 تا رسید. ایران من به فکر برد باشه اصلا. چرا ما الان به فکر اینیم که تفاضل؟ و شجاع خلیلزاده، شجاع با اینکه پرسپولیسی هم دوست دارم، مرد پرسپولیس، شاید الان به مشکل خورده باشی ولی یه مدت تو قلب پرسپولیسی ها جا داشتی. شجاع خلیلزاده، ببینیم گل قشنگ تیم ملی، ارسال جهان خیلی جذاب شجاع. خب و باز تفاضل به همون 5 رسید. میلاد روی توپ، میلادی که واقعا عالیه تو دفاع و کارت زرد به میلاد محمدی داده شد. سامان قدوس بازیکن سرعتی تو حمله تو علیرضا جهانبخش، وای پاس سامان میرسید به جمع، الان زده بودیم گل برتری و خطری سون، خطری نه سون نبود، ببخشید اشتباه دیدم. سامان قدوس خراب کرد ولی احمد قشنگ توپ گیری کرد، داد سعید و آقا سعید عزت‌اللهی نتونست اونو درست. خب سعید عزت‌اللهی روی توپ، احمد، حسین جلوشو بگیر و آفساید و یس
یس آفسایدی که به داده ایران رسید، دقیقا همون خط 22 قدم آفساید بود. وای. و سامان بازیکن ها تو حال خودشون نیستن این بازی انگار. ببینیم میلاد ولی قشنگ داشت دفاع میکرد. میلاد ببینیم باز مثل مرد وای میسته تو دفاع تیم ملی، یا نه حسین کنعانی. واو عجب پاسی دیدی من سامان قدوس. و شجاع نزار چرخه و اینه این بود سون وای تفاضل 1 رسید. آره تفاضل 1 رسید و ایران اون یه گلی آخره حذفی. پس حواستون باشه. وای خطری. سامان و دوست دفاع شل نگیر و حسین ماشالله. وای بچه ها بازی حساسه. شجاع وای عابد زاده. وای خدای من خدا. سون داره تنهای ایرانو بدبخت میکنه. میلاد محمدی بچه فلا. خب میلاد بگیر حسین. ما فعلا یه گل میخوایم حتی از ماشین. و میلاد ماشاءالله. سامان قدوس. سردار آزمون نتونستی بزنه. سون و باز میلاد. حالا سردار این مار آزمون با غیرت برای ایرانش تو پوورد آزمون. اختلاف 2 رسید و تفاضل به مثبت 1 واسه ایران. تفاضل کم شد. بله تفاضل کم شد. نه تفاضل مثبت 3 و تفاضل کل. وای اشتباه صادق و ماشالله زاده. ماشالله به سردار میره روی توپ نتونه پاس بده به سون پاس داد. یعنی سون نتونه پاس بده. باز سردار نزارا تو محوطه بیان. بازیکن خطری هم از سامان قدوس. علیرضا جهانبخش نشد. خب شجاع سامان حرکت و ساخت. پاسش هم رسون هر طوری بود. حالا میلاد عجب پاسی دیدیم. عجب موقعیتی داریم میبینی. میلاد محمدی 1000 حیف. گل اول از همین زاویه بود. بزن و سعید عزت‌اللهی زیر تاق دروازه‌شون نشونه گرفته بود. و حسین نه شجاع دبل کرد. گفتم شجاع پرسپولیسی هم ولی دوست دارم. خلیل زاده به یه مدت عشق پرسپولیسی بود. یه مدت نمیگم هیچ. ماشالله تیم ملی 2 گل میخوایم تا حکم صعودمون. یه گل میخوایم تا حکم صدرنشینی صعودمون امضا بشه. 2 گل میخوایم تا حکم صدرنشینی بدون باختمون امضا بشه. ببینیم و سردار ماشالله پسر نذاش حتی بازیکنشون سانت کنه. علیرضا جهانبخش تو آفساید بود.
و سردار رو توپشو زدن به راحتی. خب شجاع روی تو، عزت اللهی، شجاع خلیلزاده، ماشالله توپ گیریش، عزت اللهی، دیریب قشنگ و مهدی و رفتیم نیمه دوم. علی علیزاده قراره این بازی بیاد و امیدوارم بتونه علی علی خودشو خوب نشون بده، جهان بخش تریزه میشه و شجاع که ترکوندنی مرتضی میاد به جاش یزن. خب نیمه دوم سوت شروع، بازیکن‌های کره توپو میارن، مهدی طارمی میره رو پاشناس توپی. حالا علیرضا جمعخشی اومده داخل تر داره بازی میکنه، از هافک‌های کنار اومده هافک وسط و علی ولی زاده هم اولین تعویضی تیم بود، مرتضی هم دومیش بود، رامی سوم. خب علی ولی زاده داد، عجب پاسکاری بچه های جهلی. مهدی بزن، مهدی و مهدی گل مساوی. ایرانمون تمام حکم سود امضا شد. کره باید 7 ایران بزنه تا بیاد سود کنه. نه کره احتمال داره با یه گل دیگه هم سود کنه، حتی با مساوی هم کره احتمال سود داره، ولی واسه سود 100% و حذف کردن ایران باید تفاضل باید 3 گل از ایران جلو باشه دیگه، باید تفاضلشون رو مثبت. سردار آزمون میدونی علی علی زاده عجب بازی کنی، نه زیاد سن داره ولی خیلی بازیکن خوش تکنیک، با غیرت و چی میگن بدون ترسیه. خب حسین گل نخوریم و واو و مرتضی پنالتی داد، اصلا گل نمیشد پنالتی. و سونی که واقعا سون داره تنهایی باره کره رو دوش میکشه. ایرانمون دوباره 2 گل نیاز داره واسه برده نوازی. میلاد دیری خورد، میلاد وای و مرتضی ماشالله. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، بازم دارم بتونه واسه شما 1 دقیقه زمان میبره، کمتر 30 ثانیه، ولی مثلا یه دنیا. الان که این ویدیو رو میبینید نمیدونم چند تا ساب دارم ولی کمه، ولی من همه کمیش قد دونه سابا رو میدم خوشحال میشم. بس سابم کنید، یه دستتون دردن. ویدیو بیرون میذارم، ویدیو چالشی میذارم تو بیرون و ویدیوهای خوب هم میذارم، پس حمایت کنید یه لطفا. خب بریم واسه ادامه گزارش. مهدی طارمی روی توپ رفته، سامان قدوس ادامه راه، خطری شجاع حسین. وای موقعیت بازه، موقعیت واسه همه کار باز بود و ماشالله حسین. حالا سردار آزمون، سردار رد کرده ولی کناره باید سانت کنه و سانت سرداری که بی ثمر رسید. احمد پرسون علی جان، رامین اشتباه کرد. رامین چرا توپو ول کردن مرتضی که با یه تکت قشنگ توپو برای ایرانمون کرد. سردار عجب توپی و سپرد جهان بخش نشد. باید گل بزنیم بچه ها، اونطوری بازی نکنید. و مرتضی ماشالله قدرت بدنیش باله. حالا رامی علی علی زاده، میدونم من علی زاده عجب بازی کنیه و مهدی طارمی. وای مهدی بیرون زد. ایران بزن گل بزن ایران. رامی علیرضا جهان بخش نتونست دیریب بزنه و مستقیم رفت. حسین وقت خرید، حسین که رامی میاد و ماشالله رامی
رامین تیم از خوردن یه گل نجات داد. وحدت عابدزاده‌مش گل زدن راحتی نسبتی بود. علی علیزاده رامین روی توپ سون خطری دریب زد. وای موری با یک دو اتون رد کنه که رامین رسید و تو باز خودش کرد. وای پرس بازیکن‌های کره سنگین و فشار رو علی علیزاده حالا وقت نشون دادن خودتونه بچه و سامان قدوس گل با یه حمله قشنگ 5-5 و ایرانمون انگار نمیخواد حتی امتیاز از دست بده و واقعا غیرت. موقعی که بازی 4-1 بود کی فکرشو میکرد ایران میاد بازی کنه 5-5؟ کی فکرشو میکرد؟ ولی کردیم و عابدزاده کیفیت تصاویر اگه پایین دوربین رو میتونم واسهتون جابجا کنم، تو کامنت ها بهم بگید. حتی میتونم واسهتون دوربین با کیفیت تری بیارم. با کیفیت هست داره ولی با کیفیت ترم هست. وای و ماشالله حسین و بازم ماشالله 3 تکل موفق زدن رو پای یه بازی کن بچه ها. و میلاد محمدی رو احمد داد و میلاد سامان قدوس نتونست بازش برسونه. ایرانمون اینطوری که داره پیش میره احتمال داره بتونیم گل 6 بزنیم و با برد بازی رو تموم کنیم. میلاد تو سرعت خیلی بازی کنه خوب و سرعت عابدزاده ماشالله پسر ماشالله علی علیزاده علی دیریب دو طرفه زد. خطا گرفت آور سریع باشید باید حمله کنیم واسه بردن. علیرضا جمع وای یه کوچولو این پاس جلوتر بود رسیده بود از عدد صعود ایرانمون مبارک و تمام شد. سون با 3 گل بهترین بازیکن شد و ببینیم بازی بعدی با کیه. و با این سود جذاب 5-5 جنگیدیم و کره‌ای که صعود کرد. مراکش شکست خورد و کره صعود کرد و واقعا این دو تیم لیاقت صعود رو داشتن. ایران اون اگه میبرد کره نمیتونست صعود کنه ولی انگار خدا خواست بازی با برزیل و ببینیم بازی ها ایران برزیل بلژیک اوروگوئه دانمارک کره اوکراین نروژ عربستان کیو نمیدونم و یه جدول هم بهتون نشون بدم چه کشور هست شد. پرتغال قطر هست شدن، آمریکا هست شد، استرالیا هست شد، فرانسه 1 امتیاز. یعنی فرانسه جلو سنگال یا باخته یا مساوی کرد. واو. و آرژانتین هم که با دومی صعود کرد ولی آرژانتین خوب بوده. فرانسه هم شکست داد آرژانتین. خب سوئد کانادا ترکیه سوئد چیز کردن افتادن. هلند افتاد، اتریش افتاد، چین و این طرف هم نمیتونم. و امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. تا حذفی واسهتون میگیرم ویدیو اونم براتون میذارم. لایک کامنت ساب فراموش نشه. اگه ادیتام مشکلی داره ببخشید چون هنوز پیجم پایینه. پیج اینستامونم هست. اگر پیج اینستام لایک کامنت ساب فراموش نکنید. اگر لایک کامنت ساب هم نمی کنید حتی سابسکرایب کنید. خواهش میکنم ازتون. دوستتون دارم. خدا حافظ.